سلام و درود به یکایک شما. اومدیم با بخش داستانی WWE Battleground یا همون بخش کمپینش. اینجا داستان شروع میشه. داستان از پاول هیمنه که صحبت میکنم میره سمت پیش استون کولد و استیو آستین. اینجا تازه داستان شروع میشه که استون کولد میاد شخصیت بولو رو میبینه. بولو همون شخصیت آدم ماه. با بارن کوربلین اولین مسابقه رو داریم. بریم سراغ اولین مسابقه با بارن کوربلین. مسابقه عادی هم هست. بولو رینولدز اسم آدم شخصیت ماه با قدرت 82 در برابر بارن کوربلین قرار میگیره که اوورالی همون قدرتش 86 و از ما قوی تره. همونطور که میدونید مسابقه معمولیه، همون مسابقه‌ای که تو ویدیو بررسی براتون حالا بازیش کردم که رومن رینز رو برداشته بودم. ببینید که اینجا اول عکسه معمولا رومن رینز و ست رولینزه، ولی ست رولینز رو توی خود بازی ما نداریم. این سراغ بارن کوربلین. بازی شروع میشه از همین الان. جالب اگه ضبط رو باش بزنید که همون فن معمولیشه، سوپلکس میزنه به این صورت. فینیشرش هم اگه اشتباه نکنم سوپر کیکه. حالا فینیشر هم به دست میارم بهتون نشون میدم. مثلث که باش میشه لگد زد و یه سوپر کیک زیبا. حالا مشت یه مشت سوم این بالای تاپ بود. منتظر میبینیم تا بلند شه یه دایو و مشت میاد پایین. یه جور سوپرمن پانچ انگار. یه کوپ د گراس میزنه بالا رفت زبطه رو بزنه. یه سوپلکس دیگه. همونطور که بهتون گفتم اگه آنالوگ راست رو به بالا بزنید یک حالا فن خاصی میزنه. ببینید برای این بلو چیه این فن خاصش. رو به بالا اکی نشد. وای هدو با چیزا بلند میکنه F10 نه F10 ولی میپره رو هوا. یه مشت تو شکم، یه مشت تو صورتش میزنه. ما بریم بیرون رینگ وسیله بیاریم. بگم شد چک زد کنه پرتون کرد پایین. بلند شد. این بازی کانتوت داره. دست میزنه. این سلاح تا حالا ندیده بودم. جغجغه است. چکشه ولی بشه رو جغجغه. باشه امتحان کنم منم میشکنه اینه. معمولا همه سلاح ها میشکنن. یه سوپلکس دیگه بهش میزنیم. جغجغه رو برمیداریم. مشت شکست با یه ضربه شکست. جغجغه زیاد قوی نبود. بریم برای یه فینیشر که سوپر کیک. از رینگ داشت پرت میشد بیرون انگار. یه کاور بشمار در اصل باید جرن یکو بگه. 1 2 و نکی کوت میکنه. یه لحظه آخری بود. یه جرمن سوپلکس که نه یه سوپلکس معمولی میزنیم بهش. میریم حالا بیرون. یعنی میسه چی میتونیم از رینگ بیاریم. میزنه صندلی ببین هر سلاحی که دلش بخواد رو میده. بعد وقت گیتار میره جغجغه همین جغجغه رو میده. بعد آدم خود صندلی رو واقعا میده. نزن دیگه مرد مومن. مشت محکم هم گرفت. بلند شد میخواستم امتحانش کنم که نشد. با ضبطر هم نمیتونید با سلاح ها بزنید، فقط با مربع. بلند شو یکم بلند شو در نفت بلند شید. یه ضربه جغجغه شکن. رشتی به گوشه رینگ. حالا یه ضبطر دوباره آی رشتی پیش میکنه. این بالای تاپ بود. یه پانچ. آها پانچه محکم. یه لگد و سوپر کیک. حالا یه کاور. این دوباره این سری تاشم میره. 1 2 و 3 تمام. مسابقه تموم میشه و اولی مسابقه با بارن کوربلین که مسابقه نرمال بود و راحت میشد. بارن کوربلین زیاد قوی نیست. دومین مسابقه ما میریم سراغ ساموا جو. شخصی که وزنن خیلی گنده است، هیکلن و اینا. خب داستان رفتی رایدیم با استون کولد حرف بزنیم. بریم سراغ ساموا جو. مسابقه هم هیل این سل مشه.
این عجیب درش کرده. مسابقات هیلین اسل مچ در تلگرام خیلی عجیبه. شما اینجوری نیست که اصلا بخواید حالا به اصطلاح از قفس خارج پین کنید و اینا. اصلا اونجوری نیست. شما باید پولایی که میاد توی قفس، حالا به دیوارهای قفس یا کف رینگ میاد و باید جمع کنید تا حد پولتون کنارا پر شه و وقتی که پر شد تازه اجازه میده از قفس برید بیرون. اون موقع که هر کی که اول از همه از قفس بیرون باشه اون برنده مسابقه. ساماجوش هم حریف قدریه. والارش هم حواسم نبود ولی حتما براتون چک میکنم. رینولدز اولین پولمون بالا، یکم جلو پاشه. با این نامردی انداخته بود جلو پاش پولو. آخسون یه پول یکی جلو پا من بود. یه ضربه دیگه، یه سوپر پول با الیه کمی چون که میره بالا. بعد رو کنی گرده الیه که نگه دارید میره سراغ باز کردن پولا. اینجا هم باید آردو الدو رو همزمان با هم بزنید تا بتونید از شر ساماجو یا هر حریفی هست. بعد اینجوریه که تایم داره، هر چند دقیقه یه بارم کل استیل فرق میشه. حالا دیگه نمیتونید هر کی بالا باشه اونجا برق میگیره شو. اینا گرافیک باحالی هم داره برق گرفتگیش. یه سوپلکس، یه دقیقه بلند نشم اون پوله رو واکنم. مرسی، 2 دقیقه بلند میشه. بودو اگه یه ثانیه زودتر زده بودم سامان نمیتونم سیش کنم. موقعی هم که میخواید شما پای حریف بدون بگید باید برید پشتش رو ضربه رو بزنید به این صورت. الان ساماجو جا خالی داد، فرقی نمیاد. تو بخوای تا اونجوری برسی من رسیدم. ای بابا این وره اصلا حواسم نبود. برو اون برق گرفتش. حالا خیلی راحت ما میتونیم بریم بازش کنیم. فعلا برق گرفتش. چه سوء استفاده ای کردم از اشتباه. به خیلی مسالمت بازی. این یک مسالمت آمیز، این یکی برای من اون یکی برای تو. نمیخوام یکی واکنه، خب باشه اون یکی هم برای من یه دونه دیگر رو پر کنم خیلی راحت میتونم قفس خارج شم. یه دیگه سوپر کیک. سوپر کیک در حالت عادی میزنه بعد فینیشرش هم سوپر کیکه. عجیبه. حالا باز میکنم میرم بالا دیگه نمیتونه بیاد. وای گرفت منو، جفتمونو برگرفت. چون منو به سمت بیرون پرت نکرد. به سمت بیرون پرت میگرد کار من خیلی راحت بود. ببین من دارم میرم، کاری به تو ندارم. به خدا کاری به تو ندارم. خیلی هم سخته اینو بخوای جا خالی بگی. پرتش میکنه رسما. اونور من از این بدیم از فرصت استفاده میکنه. مثلا نگه میداریم. داره میاد و تمام دیگه هیچ جوره نمیتونه برسه. تمام. برنده این بازی بولو رینو. خش کرد چرا یهو ساماجو یهو چرا افتاد؟ خب خسته شده بود. وقتی که مسابقتون با ساماجو تموم شه یه مسابقه هم حالا میاره که حالا جزء خط داستان اصلی نی ولی اونم براتون میرم. برنده این مسابقه میریم با اینجا 1 به 1 هم مسابقه معمولی داریم که اینم باز راحت میشه برد. مسابقه‌ای که با چیز ایول بولو رینولدز خودمون با دمیز داریم. دمیزش خیلی شبیه مثلا فکر کنم آلبرتو دریوه. دمیز اصلا شبیه دمیز نیست. دمیزش هم که قدرتش میبینید 87 یه اوورال از بارن کوربلین بیشتره. این مسابقه هم همون مثل مسابقه با بارن کوربلین مسابقه نرماله که خیلی راحت میشه مسابقات نرمال برد. زیاد سخت نیستن مسابقات نرمالش. مسابقه استیل کیجش خیلی سخته. بریم برای مسابقه. که اون بیان که براتون اسکیپ میکنم. مسابقه با دمیز. و از الان دیگه نمیخوای شادی کنی. شادی نکن. اصلا خورد میشه. اصلا خورد میشه موقع شادی ها. بلند شد. یه ضربه علکی. 2 ضربه. هشتم این حرکتش خیلی خوب بود. این حرکتش قشنگه. وای نتونستم بدل کنم. یه پانچ. یه لگ دراپ روی پا. حالا ندیده بودم کسی لگ دراپ روی پا بزنه. یه پانچ دیگه. این پانچش هیچ جوره نمیشه جا خالی داد یا بدل کرد.
یه جرات داری تو بیا لگد سومی سوپر کیکه. بریم از رینگ بیرون. وسیله یه اینجا دارم برای گیتار میزنم. یه اینجا اوت جرأت داری تو بیا. اومدم با گیتار ضربه حرکت خیلی قشنگی بود. دوبار با گیتار ضربه میزنه. سومیش مشت محکم سری کیکوت کرد. انتظار داشتم کیکوت کنیم ولی نه دیگه اینقدر سری. جرمن سوپلکس از دمیز. یه لگ دراپ روی پا. وای بازم نتونستم بدل کنم. وای خیلی داره بدل میاره که من نمی‌تونم. وای میسم تا بیاد بدل کنم. نه مدرک فقط به ترسوا. حالا یه پانچ محکم بلند میکنیم دمیزشو. بعد میخوام آیرستش کنم بیرون بریم. یه ضربه دو ضربه خیلی راحت دو ضربه میره بیرون. میخوام مسابقه رو با کانتوس ببرم. اینم واکنشش دمیز چیه. اوه خیلی حرکت قشنگی میزنه اینجا. واقعا میشه گفت پشما. نه اولی حتی گوشه این باحال بود انیمیشن بلند شدنش. اینجا هم تا 10 میشمارم برای همین ما فعلا وقت داریم. یه لگت بیا پایین نرو تو دیگه بابا مسخره شده هم نیار. بلند شو که یه سوپر کیک بخوری یاد بگیری نگیری تو. حالا یه کاور ما همین سوپر کیک کاور میکنیم. اشمار 1 2 داره خیلی گیر میشمارن این مسابقه. به کلا این حالا بازی شمردن یه ذره دیره. اعصابتون رو خورد میکنه یه ذره شمردنه. حالا پانچامو روشن میکنم. آجی پانچامو روشن کردم ولی بازم خوردم. بلند کرد. چرا نیاورد خونسا رو که زدم. حالا این سری دیگه خونساش میکنم. یه مشت دو مشت یه مشت که آتیشی هم بود و قدرتی هم بود. یعنی یه مشتی که همزمان هم آتیشی بود هم قدرتی. یکی دو تا فقط قدرتی بود. حالا یه کاور زنان تسلیم میشه. 1 2 3 و بله تمام میشه. دمیزم میتونید راحت گفتم مسابقات 1 به 1 راحت میتونید ببرید. حریفاتون به خیلی پین نمیکنن. حریفا کلا زیاد توی این بازی حالا کامپیوتر اگه انتخاب کنید زیاد پینتون نمیکنه ولی استیو که چون میخواست بره پولا رو واکنه راحت خیلی سری میره. اینجا قدرت هم میگیم که باور ها قدرت عجیبی بود. حالا اینجا مسابقه هم با آپولو کروزه ها مگه الان اینجا با هم نبودن؟ الان چرا باید حریف باشن؟ کوفی کینگستون و رندی اورتونی که دیدید و جفتشون رو توی از حالا بیس بازی داریم. آپولو کروزش هم ضعیفه. خودش 74 یعنی 8 از اوورال آدم ما پایین‌تره و ما راحت‌تر میتونیم با این بازی کنیم چون خیلی ضعیفه. مسابقه فکر کنم 1 به 1 نرمال باشه اگه اشتباه نکنم. اگه مسابقه تمام شه مسابقه بعدی 2 به 2 اونم یه مسابقه با کوین اوونز و ساموا جو همزمان. و بریم از مسابقه. های پلیگره نمیدونستم های پلیگری داره. نگو که مسابقه بدون قانون داره. نه مسابقه قانون داره. گیتار ما هم بریم. درگیر نشو رقب تو یه دایف بزنم بود. بیا اینجا جرأت داری بیا اینجا حاجی اگه سوپر کیک میگیره همون حرکت شان مایکل تکرار میشه. شان مایکل هم یه بار همین حرکت رو به آپولو کروز زده. آپولو کروز میاد بپره و شان مایکل رو هوا به سوپر کیک میزنه. داشت همون اتفاق میافتاد که نشد. شادی نکن. من از شادی کردم بدم میاد. شادی کنی اصلا خود میشه میزنم داغونت میکنم. یه مشت سومی محکم یه لگد دو لگد و سوپر کیک. این سوپر کیک با فینیشرش چه فرقی با هم دارن؟ من که نفهمیدم. میگم که سوپر کیک محکم تره. شده مثل جی و جیمی اوسو قبلا بود سیگنیچرشون سوپر کیک بود. حرکت آتشون هم سوپر کیک میزدن.
گیتار می‌نوازیم تا بلند شه و گیتار رو میشونیم. یه لگ دراپ که نگرفت. اوکی اونتا نشد. آپولو کورو سعی می‌کنه عقب باشه. زیاد اوورال قدرت زیاد نیست. چه دایوی زد، چه پرش بلندی داشت. اصلا هیچ کشتیگیری اینقدر نمیتونه بپره. چرا البته شین و مکمن همچه پرشایی انجام میداد. و بله الان فینیشر هم دارم بکنم سوپر کیک بهش بزنم. الان ما منتظر بودیم بلندش میکنیم و یه سوپر کیک. این سوپر کیک بیشتر پرتش میکنه. ما این سیک میشه. اشکار داور 1 2 و آپولو کورو داشتم چون قدرتش پایینه راحت میشه شکسته. به همین راحتی آپولو کورو هم از صدر راه برداشتیم با بلو رینولدز. آدم باحالی هم بلو رینولدز. مثل کشتیگیرا میمونه، دماغش انگار شکسته. یه قدرتی هم بهتون میده که بعدش میخوایم بریم سراغ مسابقات 2-2. کوین اوونس و ساموجو در برابر من و معلوم نیست کی. احتمالاً همون آپولو کوروزه که بردیمش. یه لباس داد خوبه. بعدش دیگه میتونیم بریم یه مسابقه 2-2 دیگه بدیم. 2 تا مسابقه تک به تک، یه مسابقه 3 تا مسابقه تک به تک دیگه. آخرشه دیگه پارت 1. بله با آپولو کروز یاریم در برابر کوین اوونس و ساموجو. چقدر بازی منطقیه. اون دوتا خیلی قوی ترن. بله ساموجو 87، کوین اوونس 89، آپولو کروز 74، ما 82. همه کامپیوتر، فقط من یه نفر دارم بازی میکنم. یعنی آپولو کروز هم نمیشه با 2 دسته بازی کرد به یکی از رفیقاتون باهاتون بازی کنه. حتما باید کامپیوتر باشه. بریم سراغ مسابقه تک تیم. اولین مسابقه تک تیمیه که دارم براتون ثبت میکنم. اولین مسابقه استیج هم که دیدید. بریم برای اولین مسابقه تک تیم. اول ما تویم ساموجو. آیرش فیت میکنه ما رو. بلند کرد نتونست بزنه. حملمون میکنه. کوین اوونس داغون شد. ساموجو ما رو پرتاب کرد. کوین اوونس داغون شد. رفت حالا سراغ آپولو کروز. ناجوان مردانه بازی میکنه. موتور رو از زیر رینگ در میاره. حالا موتور رو ما ور میداریم. آدم ما چون سبک وزنه نمیتونه موتور رو حله. بعد یه گرافیک یه چیز دیگه هم که داره، میتونید رینگ رو بشکنید. وقتی که جفتتون سنگین وزن باشید بذارید بالا تاپ رو پریفتون، میتونید رینگ رو بشکنید. و وقتی هم که رینگ بشکنه دارن با کانتوس میبازن. باک خورده بود. 8 یا ایرنج فی یه سوپلکس بهش میزنیم، بعد با آپولو کروز تک میکنیم. آپولو کروز بیاد توش. این همه رو بلند میکنه پرتاب میکنه. اینجایی پرتاب کرد این سمت کوین اوونس پرتاب نکرد که بخواد کوین اوونس هم داغون بشه. بیا اینجا. چه حرکتیه این؟ حالا نیده بودم مثلا همچین حرکتی انجام بده آپولو کروز. یه ضربه ضربات پشت سر هم. اسی دوباره ما رو بلند کرد. اینقدر این حرکتی که بلند میکنه بعدم میاد پرتو میکرد سمت بلو رینولدز. ایده بیرون رینگ هنرنمایی میکنه. ما کوین اوونس رو میزنیم بجاش. این سری دیگه نه. یه بک داغون شد ساموجو. 3 تا مشت بعدی تابه. مشت قدرتی. یه لگد 2 لگد نمیدونم سوپر کیک میزنه. نه این حرکتش خدای خفن‌تر بود. آپولو کروز دادن ما اکی نشد. نه پرت نکن دیگه. پرتمون نکن. حداقل پرت نکن. اولمو داد بیرون. یه هدپاس هم زد. حالا مشتشو قدرتی میزنه. نمیذارم با مشت بزنیم. نمیذارم هوریکن رانا بهت میزنم. برو تو بینیم با کانتوس میتونیم ببریم. ساموجو هم قویه.
داره ما رو میزنه. نرو تو بمون با هم بدون. آها بمون. آره گیتار بیا. ای رفتی. یه مشت بله تو رو بر میداریم این سراغ یه هوریکن رانای دیگه. حالا تگ میکنیم. تگ این برای یه کاور. ببین نومنس میاد برای دخالت. خیلی سریع هم پیکوت میکنه البته. به ساماجو. او رفت بر فینیشرش. فینیشرش چی مونه؟ سابمیشنه. سابمیشن رو نمیشه اینجا انجام داد. سابمیشن درست حسابی. یه سوپلکس بهش میزنیم بگه. کوین اوونز پشت ما رو میزنه. کوین اوونز نکن. جفتشون رو همزمان میزنم. یه جلو سوپر کیکو بخور. بزنش خودت از اون پشت. آپولو چیکار میکنی اون پشت؟ آپولو کروز انگار نبوده اصلا. آپولو کروز هم کتک خوره بخاطر ما. یعنی من هم اومدم آپولو کروز رو زدم هم چیزو هم ساماجو رو. با یه حرکت 2 نفر رو زدم. حرکت خیلی قوی بود. یه مشت آپولو کروز یه لگه پشت سرم میزد. بلو رینار مشت میزنه. یه بازی چند اوکی. سلامت اینجا اینا رو اینجا می‌نویسیم. بعد همین حالا PS4 این مربع گنده وسطتون رو نگه دارید. این بازی میخوام با کانتور ببرم. نمیدونم چرا علاقه پیدا کردم با کانتور ببرم. 4 بلن که اوکیه. بلن که جلو 5 5 و 6 7 8 9 اکی زودتر از ما اومد تو اصلا. بزنش قابل کروز. بریم برای یه سوپر کیک. سوپر کیک درست. این برای کاور. آپولو یه جلوشو بگیر. بابا بزنن عالی. 1 2 ساماجوش خیلی قویه. به راحتی تصمیم نمیشه. یه لگد 2 لگد یه سوپر کیک. ساماجو رفت تگ میخواد. این تو آقون ساماجو. حالا دیگه حالا آپولو تگ نکرد. حالا تگ با آپولو کنی. یا ارسکی که نمیگیره. کوین اوونز داره هایپ میکنه تماشا چیا رو ولی ساماجو داره این وقت کتک میکنه. کوین اوونز داره کتک خوردنشون رو هایپ میکنی. لگده پشت سر هم سر و صورت ساماجو. یه کاور بگیر جلوشو. 1 2 و 3 تمام. بازی رو میبریم. بازی رو در برابر ساماجو و کوین اوونز ما شکست میدیم. این بله وین ها آپولو کروز و بلو رینولدز و کسی که باختنم ساماجو و کوین اوونز مسلما. مسابقات بعدی اینجا پاول هیمن رو میبینیم. یعنی این حالا داستان هول پاول هیمن، هول محور پاول هیمن و اینا میچرخه. بریم مسابقه اصلی هم ببینیم و این پارت رو تمامش کنم. با فین بلر مسابقه داریم. بنازم بکنم توی پی سی هم هست. زمین تمرینات حالا به حساب کشتی کش. بله با فین بلر مسابقه دارم که اوورالش 89. بله حالا مسابقه شروع میشه. فین بلر و بولو رینولدز. فین بلرش از همه حریفات الان قوی تر بوده. کوین اوونز من باش بازی نکردم. حریفم نبوده یعنی. حالا این مسابقات جداگونه‌شو خودم میرم آنلاکیاشو حتما بهتون توضیح میدم تو قسمت بعدی. سعی می‌کنم تو قسمت بعدی فقط همین مسابقات اصلی رو برم. یعنی دیگه مسابقات فرعی رو نرم. بریم مسابقه با فین بلر. شو راهه. بالاخره یه شو واقعی تو این بازی دیدیم. همچنین واقعی نی. همچنین شو رانی. بیا بیرون. جرأت داری بیرون. رفت بالا تو. یا کن.
پرش زیادی بود. یکی زد بود. این بلرش احتمالاً خیلی قویه. قرار داغون حسابی تو این بازی دهنمون رو سرویس کنه. به حالت نه البته در برابر ما. یه لگ دراپ بلندش میکنیم. یکی یه ضربه دیگه و یه سوپر کیک. حاجی سوپر کیک رو جا خالی داد. حالا خودش یکی که محکم میزنه. بلند شو بلو. نذاشتم حرکتش هرچی بود نذاشتم بزنه. اینم فکرم های پلیره. دارم بولش میکنم. یه کلوز لاین خوشگلی دیدیم از بولا رینولدز. یا ایرش وی برگشت بلندش میکنه و یه افن میزنه که بعدش یه کیک به صورتش میزنه، یعنی یه مشت. برو بیرون جیگر، برو جان جدت بیرون. برو میخوام بیرون رینگم تست کنم. برو بیرون رینگ. برو یه ضربه دیگه و بله میره بیرون رینگ. ما هم میریم بیرون. این زمینش انگار بیرون رینگش بزرگتره. خاطر بریکیدش همش تغییری نمیکنه، یعنی هیچ چیزی با اون بریکیدهای چوبی هیچ تغییری نداره نسبت به اونا. این ضربه مشکل دیگه، این یکی رو دیگه میخوام با کانتوت ببرم. نه نمیبرم. کانتوت رو میذاریم برای قسمت بعدی، یه مسابقه 1 به 1 که توی حالا پارت دوم سری هستش میبینیم. بله سوپر کیک هم دارم، الان میتونم سوپر کیک بزنم. برم کنه سوپر کیک رو زدم. سوپر کیک. البته سوپر کیک. حالا یه کاور هم میکنیم، این بازی رو میبریم یا نه. بشمار داور 1 2 و نه به ملر شکر میکنه چون براش قویه همونطور که بهتون گفتم. یه دراپ کیک میزنه. فرق داره. بریم بالای تاپ رو یه ذره اگر علی یه مشت از پشت افتادیم. حالا ندیدم کسی از پشت افتاد. کوپ د گراس نزنه. کوپ د گراس اصلا هر حرکتی میخواست بزنه نتونه. نمیتونی منو بزنی، نمیتونی. من رفتم تو دیگه. یه تو چه جا خالی دادم. حالا میریم برای کوپ د گراس. میشه خود فیلم بنر رو روش به عنوان یه حرکت عادی انجام میگیریم. یه دای و یه مشت. حالت سوپرمن پانچه. یه کوپ د گراس دیگه اینطوری روی کمره. فیلم بله کوپ د گراس میزنیم. یه مشت جا خالی داد. یه آیرون شویپ میره بیرون. نمیخوام بری بیرون. چه حرکتی زد. حرکت عالی بود. فیلم بلرش همونطور که گفتم خیلی قویه. یه دراپ دیگه. فیلم بلرش یکی از بهترین پشتیبان‌های توی این کمپین بوده که الان در برابرم قرار گرفته. بهترین دیگه. فقط هم به خاطر اوورالش. بریم برای یه اسپلش. فکر میره برای کوپ د گراس. حالا یه کاوه. 2 تا کوپ د گراس دادم، یه اسپلش. ببینیم تا چند میره. 1 2 و دقیقه ثانیه های آخر کی کرد. این لحظات آخر فینیشر خودش حالا انجام میده. فیلم بله میره بالا رینگ، میتونه کوپ د گراس بزنه که نه اومد اسپلش بزنه، اونم نتونست. یک سوپلکس. حالا ما مشت آتیشی اونو فعال میکنیم. بلند شو. 1 2 تا محکم‌تر لگد. بلند شو. فینیشر هم دارم ولی میخوام فعلا این حالا از این مشت آتیشی استفاده کنم بعد برم برای فینیشر، چون مشت آتیشی تایمی داره. 1 2 تا سومیش. حالا تمام شد. حالا بلندش میکنیم و سوپر کیک. یه نه این سری حرکت دیگه اونجا اینجا گردن خودشو میشکونه هم اسپلش میزنه بود، پرتابش میکنه و هوا با خودش میندازش زمین. این سری دیگه کارش تمام، اصلا دیگه نیابرد که کیک کنه، دیگه نمیتونه کیک کنه و تمام. فکر کنم سوپر کیکش حالت سیگنیچرشه، این در از فینیشرشه. اول گول اینجا گردن خودشو شکوند بعد رفت حریفش رو زد. این مسابقه هم تموم میشه. نه فکر کنم دیگه مسابقه اصلی نداریم. مسابقات فرعی خودم حالا جداگونه میرم و رفتیم جزء WWE. اینجا میره حالا جایزه آرنا رو بهمون داد، آرنای را رو بهمون داد. خودم بقیه‌شو اینجا میرم، آدمایی هم که اینجا میده فکر کنم آپولو کروز رو اینجا بهمون میده، بران کوربین هم اینجا. آره این دوتا رو اینجا فعلا بهمون میده.
این فعلا تمام شد این قسمت. پارت بعدی میریم سراغ این یکی بخش. تا ویدیو بعدی، بدرود.